سلام و درود بر شما دوستان و همراهان عزیز. وقت شما بخیر. امیدوار هستم که خوب و صحتمند عالی باشید. از آن من روح الله راحل هستم و در این ویدیو میخوایم بر شما از آن یک نقشه خانه بسیار زیبا و در عین حال بسیار ساده و کاربردی را به شما معرفی بگیرم. و تعداد دوستانی که بار نخست از ویدیوهای ما تماشا می‌نمایید اونها را خوش آمدید میگیم. ما در این چینل در رابطه با نقشه خانه ها، طرح‌های مهندسی، ویدیوها محتویات را تولید می‌نماییم. اگر شما از آن می‌خواهید خانه بسازید و نیاز به یک طرح مهندسی و نیاز به یک نقشه دارین و همچنان میخواهید که ظرفیت‌های مهندسیتان افزایش بدین، از شما دوستان عزیز دعوت می‌نماییم که به چنل یوتیوب ما سر بزنید. از طرح‌های مختلف ما ویدیو تهیه نمودیم و در اختیار شما دوستان گذاشتیم. شما میتونید که با مشاهده این ویدیوها هم ظرفیت‌های مهندسیتان افزایش بدید و هم با تطبیق نمودن این طرح‌ها میتونید که یک خانه بسیار زیبا و عالی را که از لحاظ استانداردها و از لحاظ معیارات و از لحاظ نرم‌های انجینری برابر باشه با معیارات، شما میتونید که بر خود تطبیق بسازید و خانه بسیار زیبا و عالی را آماده بسازید. و دوستان عزیز، از شما خواهشمند هستیم که با سابسکرایب این چینل و لایک نمودن این ویدیوها از ما حمایت نمایید تا ما بتوانیم که ویدیوهای بیشتر و طرحهای جالبتر و خوبتر رو به شما از آن آماده بسازیم. دوستان عزیز، قسمی که به شما گفتم یک پروژه بسیار اقتصادی و در این حال بسیار ساده و کاربردی را به شما معرفی میگیریم. و دوستان، پروژه که ما طرحریزی نمودیم و نقشش شما در تصویر میبینید دارای دو اتاق خواب هست و یک مهمان خانه، سالن نشیمن، همچنان آشپزخانه. میریم و جزئیات میپردازیم و زیربنای که ما برای نقشه و بین خانه اختصاص دادیم دارای طول 12.65 متر هست و به عرض 11 متر و 5 سانتی هست. و از آن به این موقعیت که شما ببینید سمت هست که حیات حولی هست و به این موقعیت همچنان سمت شرق هست و به این موقعیت هم سمت شمال هست و به این موقعیت همچنان سمت غرب هست. و از آن به استقامت که شما میبینید قسمت ورودی هست که در قسمت ما صفحه داریم که فاصله موقعیت و موقعیت دارای طول 4 متر هست صفحه و به عرض 3 متر هست و ارتفاع صفحه ما نظر به کف حولی و نظر به فینش لیول ما دارای فینش فلار مثبت 54 سانتی متر هست و همچنان کف خانه هم مثبت 54 سانتی متر است، یعنی که صفحه همراه کف خانه در یک لیول قرار داره، یک سطح است. و دوستان عزیز، قسمت دیوار که ما به موقع زول که شما مشاهده میکنید دارای طول 2.4 متر هست و زاویه که به استقامت ما داره 146 درجه هست و زاویه که به استقامت شما مشاهده میکنید از تقاطع دو دیوار 124 درجه هست. و قسمت دروازه ورودی هست که دارای عرض 1 متر 20 سانتی هست و قسمت ما 3 پته زینه داریم دوستان عزیز و قسمت لیوینگ هال داریم و توضیحات از اتاق خواب اولی شروع میکنیم که اتاق خواب اولی ما در این موقع هست و دروازه‌ش هم به جهت گذاشتیم که دارای طول 4 متر هست و به عرض 4 متر هست. یک اتاق خواب بسیار کلان و زیبا. و در مجاورت اتاق ما یک سرویس بهزیست داشتی در موقع طراحی کردیم که دروازه‌ش هم از طرف بیرون گذاشتیم از طرف لیوینگ هال که دارای طول 2.55 متر هست. فاصله موقع دلای موقع متناسب با طول سرویس بهداشتی مجاور و دارای عرض 1 متر و 50 سانتی هست که شامل حمام و تشناب می باشد سرویس ما. و به موقع دوستان عزیز اتاق خواب دومی هست که دارای طول 4 متر هست و به عرض 4 متر هست و دروازه‌ش از این جهت گذاشتیم و به یک سرویس بهداشتی شامل حمام و تشناب مستقل ما برای اتاق طراحی کردیم. دروازه‌ش از طرف داخل گذاشتیم که دارای طول 2.55 متر هست و به عرض 1 متر و 50 سانتی هست. و دوستان به این موقع یک مهمانخانه ما طراحی کردیم که میشه از این موقع من حیث اتاق خواب هم استفاده شود که دارای طول 4.5 متر هست. فاصله موقع دلای موقع و دارای عرض 3 متر هست و در داخل مهمانخانه ما یک سرویس بهداشتی حمام و تشناب طراحی کردیم به این موقع که دارای طول 1 متر و 50 سانتی هست و به عرض 1.25 متر هست. قسمت فرای رفتگی طرف دیوارش ما ببینید دارای طول 1 متر و 50 سانتی هست و به عرض 1.25 متر هست و دروازه مهمانخانه هم از جهت گذاشتیم
و لیوینگ هال ما در این موقعیت هست دوستان عزیز که لیوینگ هال ما دارای طول فاصله موقعیت لای موقعیت 6 متر هست و فاصله قسمت نبش لای قسمت نبش 4.49 متر هست و تقریبا 4.5 متر هست و عرض مهمان خانه ما همچنان دارای دو عرض هست که عرض اولی فاصله موقعیت لای موقعیت 5 متر و 1 سانتی هست، یعنی 5 متر هست و فاصله موقعیت نبش لای موقعیت دیوار 4.25 متر هست. و به این موقع دوستان ما آشپزخانه طراحی کردیم که دارای طول فاصله موقعیت لای موقعیت 3.59 متر هست، یعنی که 3 متر و 60 سانتی است تقریبا و فاصله موقعیت لای موقعیت 3 متر هست. آشپزخانه ما به شکل اوپن طراحی شده و به این موقع دوستان عزیز فاصله دیوار لای دیوار ما 3.25 متر داریم و قسمت فاصله موقعیت لای موقعیت نبش لای قسمت دیوار 1.55 متر داریم. و عزیزان قسمت که دیوارهای کناری که شما تماشا میکنید دوستان و دیوارهای احاطوی ما و قسمت دیوارهای پارتیشن ما اینا دارای عرض 35 سانتی هست و به خاطر پوشش منازل ما همچنان بر شما از گادر که به شکل تاق زده میشه و هم از ترچه بلوک پیشنهاد میکنیم که از لحاظ اقتصادی بسیار یک پروژه کم مصرف و اقتصادی هست. و قسمت دیوارهایی که در قسمت سرویس‌های بهداشتی شما تماشا میکنید دوستان عزیز اینا در قسمت دارای عرض 25 سانتی هست و وزن به خاطر که وزن سقف سر دیوارها میه ما عرض دیوارها را افزایش دادیم. و دوستان عزیز به خاطر نورپردازی فضای داخلی خانه و همچنان نمای ساختمان ما کلکن هایی که طراحی کردیم در قسمت ها شما میبینید به رنگ های سبز بر شما دوستان عزیز نشان داده شده که به جهت ما 2 کلکن داریم و به جهت همچنان ما 2 کلکن داریم و به جهت ما 3 کلکن داریم و به جهت همچنان ما 2 کلکن داریم و عرض کلکن ها در قسمت دایمنشن نقشه درج گردیده که به فرض مثال قسمت عرض کلکن که ما برای آشپزخانه اختصاص دادیم 2 متر هست و قسمت برای اتاق خواب هم اختصاص دادیم 2 متر هست و موقعیت ها همچنان 3 متر هست و 2 متر هست و همین قسم تمام جزئیات به در نقشه واضح و پیدا هست. و از آن در این موقعیت دیواری که قسمت زاویه خورده دارای زاویه 151 درجه هست و سنگ آشپزخانه را ما به قسم طراحی کردیم. و دوستان عزیز این هم بود طرح مهندسی و نقشه خانه بسیار زیبا و عالی که در این حال بسیار ساده و کاربردی می باشد. شما میتونید که با کمترین هزینه این نقشه را تطبیق بسازین و یک خانه بسیار به قیمت کم بر خود آماده بسازین. و تشکر از شما دوستان و همراهان عزیزی که تا این دم با ما همراه بودین و امیدوار هستم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشد و از شما دوستان عزیز خواهشمند هستیم که با سابسکرایب این چینل و لایک نمودن این ویدیوها و از شریک ساختن اعتقادات نظریات پیشنهادات خود در قسمت کامنت ها از ما حمایت نمایید تا ما بتوانیم که با انرژی بیشتر و با انگیزه بیشتر ویدیوهای آینده را تهیه نماییم، طرحهای خوبتر و بهترتر از این طرحها را برای شما از آن آماده بسازیم. از شما دوستان عزیز خواهشمند هستیم که با سابسکرایب چنل و لایک این ویدیوها از ما حمایت نمایید. تا ویدیوی دیگر بدرود.